چی شد که گیاهخوار شدم و چرا دیگه این مسیر رو ادامه ندادم؟ حدود چند سال پیش بود که یه دفعه از خوردن گوشت و مرغ بدم اومد. استفاده از بدن موجودات به عنوان غذای روزانه خیلی من احساس بدی میداد و دیگه نتونستم از گوشت و مرغ به عنوان غذا استفاده کنم. هم خوردنشون احساس بدی بهم میداد، وقتی که میجویدمشون احساس بدی میگرفتم، همین که دیگه طعم و مزه‌شون هم اصلا دوست نداشتم و دیگه تصمیم گرفتم که گیاهخوار بشم. حالا چجوری گیاهخواری رو شروع کردم؟ برای من این شکلی نبود که یه دفعه بگم من دیگه اصلا هیچ گوشت و مرغی رو نمیخورم. همینجور که بهتون گفتم، چون از مزه‌اش بدم اومده بود، کم کم و به صورت تدریجی خوردن گوشت و مرغ محدود شد. یعنی هر دفعه که غذاهای مختلفو میخوردم باعث میشد که هی برم بیشتر به سمت گیاهخواری. اوایلش اینجوری بود که گوشت تیکه‌ای توی خورشدار نمیخوردم. یعنی مثلا اگه غذا قرمه سبزی بود، من سبزیش و لوبیاش و همه چی خورشت رو میخوردم، فقط گوشتاشو نمیخوردم. کم کم اینجوری پیش رفت و از گوشتای تیکه‌ای شروع شد و تو این بازه اگر که غذا کتلت می بود، من کتلت رو میخوردم، توش گوشت چرخ کرده بود و مشکلی باهاش نداشتم. همینجوری هی میگذشت و من مصرف گوشتم رو هی محدودتر میکردم. کم کم از مزه های گوشتای دیگه هم داشت بدم میاد. مثلا دیگه کوبیدم میخوردم، دیگه بدم میومد. اینجوری اول گوشت قرمز حذف شد و بعدش کم کم مرغ حذف شد. حالا اونم باز به همین ترتیب. مثلا اگه غذا زرش پلو با مرغ بود، من آب خورشت و حالا اینجور چیزا رو میخوردم، ولی تیکه های مرغ رو نمیخوردم. و مرغم به همین ترتیب دیگه حذف شد و حتی آخرین باری که مرغ خوردم و یادمه پنینی مرغ خوردم و گفتم دیگه من اصلا مرغم نمیتونم بخورم. و ماهی آخرین چیزی بود که دیگه من کنار گذاشتمش و بعد مدتی دیگه ماهی و تن ماهی و اینجور چیزا هم اصلا نخوردم و من ویژیتریان شدم. ویژیتریان کسیه که فقط صرفا گوشت حیوانات رو نمیخوره، ولی تخم مرغ و لبنیات و عسل و اینجور چیزا رو مصرف میکنه. من هیچ وقت ویگن نشدم. تلفظ دقیقش حالا ویگنه، ولی خب رایجه که بیشتر میگن وگان یا وگن. من هیچ وقت تخم مرغ و شیر و لبنیات و عسل و اینجور چیزا رو به طور کامل حذف نکردم، ولی بعد مدتی که خیلی توی این مسیر گیاهخواری بودم، چون شیر باعث میشد که دل درد بگیرم، شیرم کم کم حذف شد و بیشتر از شیرای گیاهی استفاده میکردم. حالا گاهی تخم مرغ و اینجور چیزا رو میخوردم. زیادم حالا طرفدار ماست نبودم، پس ماست هم کم کم حذف شد، ولی پنیر و کره و اینجور چیزا رو میخوردم. تقریبا یه 2 سالی اینطوری گذشت و من ورزش میکردم. اگه بخوام در مورد کم کردن وزن بگم، وزن خاصی من کم نکردم. حالا شاید در حد 2-3 کیلو بادی ریکامپوزیشن داشته باشم، یعنی چربی کم شده بود، حالا عضله اضافه شده بود چون ورزشم میکردم. ولی اینجوری که بعضیا با گیاهخواری وزن زیاد کم میکنن، نه، برای من اینجوری نبود. من معمولا همیشه وزن نرمالی داشتم و با گیاهخواری کاهش وزن خاصی رو تجربه نکردم. اون اول که گیاهخواری رو شروع کرده بودم، غذاها رو اینجوری درست میکردیم که به جای گوشت از سویا استفاده میکردم. یعنی مثلا می‌خواستم قرمه سبزی بخورم، به جای گوشت سویا میریختم. و یا غذاهایی که با حبوبات درست میشن و زیادتر کرده بودم توی غذا خوردنم. مثلا عدسی یا خوراک لوبیا که با لوبیا چیتی درست میشه، یا قیمه رو وقتی می‌خواستم بخورم مقدار زیادی از لپه توی خورشت استفاده می‌کردم. یا وقتی که می‌خواستیم عدس پلو درست کنیم، عدس پلو رو مقدار عدسش رو خیلی بیشتر می‌ریختم. یعنی سعی می‌کردم که با سویا و حبوبات اون نبود گوشت رو جبران کنم. تقریبا یه 1-2 سالی این شکلی گذشت و اینکه من گفتم یه رژیم غذایی بگیرم از یه متخصص تغذیه که مطمئن باشم همه چی به بدنم به مقدار کافی میرسه، که یه وقت به خاطر نخوردن گوشت بدنم کم نیاره، از همه منابع غذایی استفاده کنم و مشکلی برای بدنم به وجود نیاد. این مدت که من از متخصص تغذیه رژیم گیاهی گرفتم، اوایلش راضی بودم، اما بعد مدتی برام تکراری شد، برام اذیت کننده شد خوردن اون مقدار سویا. مثلا تو صبحونه برای من نصف لیوان سویا گذاشته بود. سعی کرده بود پروتئین روزانه‌مو با تخم مرغ و لبنیات و اینجور چیزا اوکی کنه، که اوایلش برای من دنبال کردن این رژیم یعنی حدود 1-2 ماه اوکی بود، ولی بعدش برام خیلی خسته کننده شد. مثلا توی صبحونه‌ام گذاشته بود نصف لیوان سویا باید بخوری. اصلا من نمیتونستم توی صبحونه، اونم سر صبح، نصف لیوان سویا بخورم. و دیگه کم کم اون رژیم غذایی هم که متخصص داده بود و گذاشتم کنار و شروع کردم هر چیزی که دلم میخواد خوردن. یعنی انگار دیگه اون ذهنیت اون اوایلم نداشتم که حتما حبوبات و سویا و اینجور چیزا رو بخورم. سویا توی خورشت‌ها رو یا حذف می‌کردم یا کمترشون کرده بودم. مثلا مامانم قرمه سبزی که برام درست می‌کرد دیگه اصلا گفتم توش سویا برام نریزه. یا مثلا خوردن عدسی و همون خوراک لوبیا و اینجور چیزا رو خیلی کمتر و محدودتر کرده بودم.
گذشت تا اینکه من کم کم دوباره هوس گوشت قرمز کردم. یعنی دوباره هوس کردم که کباب کوبیده بخورم، در حالی که اون اول گیاهخواری دیگه دلم نمیخواست کوبیده و اینجور چیزا رو بخورم. کم کم هوس کردم کوبیده بخورم، اما هی جلوی خودم رو میگرفتم. یعنی مثلا توی مهمونیا بود کوبیده بود، من جلوی خودم میگرفتم کوبیده نمیخوردم. اون موقع هنوزم از مرغ خوشم نمیاد، یعنی مثلا یه غذا زرش پلو با مرغ بود من اشتهایی به خوردنش نداشتم. یا مثلا کم کم دلم میخواست ماهی بخورم یا کم کم هوس تون ماهی میکردم، اما هی پس میزدم این حس خودم. گفتم نه دیگه، حالا دیگه تو گیاهخواری دیگه نمیخواد اینجور چیزا رو بخوری، همینجوری ادامه بده. به خودم گفتم تو که دیگه گیاهخواری حالا نمیخواد، الان مثلا یه هوس همینجوری کردی، انگار خیلی گوش نمیدادم به اینکه بدنم واقعا دلش کوبیده میخواد. گفتم نه نمیخواد حالا اینو بخوری، نمیخواد حالا اونو بخوری، و همینجوری غذا میخوردم و میگم دیگه به پروتئینم هم توجه نمیکردم. بعد اینکه دیگه سویا رو از غذام حذف کردم یا کمتر میخوردم، تخم مرغ نمیخوردم و حبوباتم آنچنان مصرف نمیکردم، یهو به خودم اومدم دیدم که در روز من دارم کربوهیدرات خیلی زیادی مصرف میکنم و در این بین دیگه آگاهیم هم خیلی بالا رفته بود از اینکه من باید پروتئین کافی در روز دریافت کنم، کربوهیدراتم باید به اندازه باشه، میوه باید به اندازه بخورم، از سبزیجات باید استفاده کنم، گرچه که اینا رو همیشه میدونستم، اما انگار یهو به خودم اومدم دیدم که من کربوهیدراتم توی روز دیگه خیلی داره بالا میره، به خاطر اینکه خب سیر نمیشدم، پروتئین دریافت نمیکردم به اندازه کافی و مجبور بودم که از کربوهیدرات بیشتر استفاده کنم. اینجاها دیگه رژیم غذایی ورزشکاری گیاهخواری گرفتم که پروتئین کافی در روز دریافت کنم. چون خود کسی که این رژیمو نوشته بود گیاهخوار بود، منابع پروتئین گیاهی رو به خوبی میشناخت، مثل اون یکی متخصص تغذیه قلبیه نبود که بخواد صرفا با سویا یا لبنیات و تخم مرغ پروتئین روزانه منو اوکی کنه. از پروتئین‌های مختلف گیاهی توی برنامه استفاده کرده بود و من شروع کردم به استفاده کردن سورس‌های جدید پروتئین گیاهی. اوایل این رژیم خیلی خوشحال بودم، مثلا از توفو استفاده می‌کردم. توفو همون پنیر سویاست و از همون سویایی که توی ماکارونی و توی خورش می‌ریزیم درست میشه، ولی خب بافتش کاملا شبیه پنیر و غذاهای متنوعی میتونی باهاش درست کنی. از توفو استفاده می‌کردم، از سیتان استفاده می‌کردم. سیتان با پروتئین گندم درست میشه، اونم خیلی برام خوشمزه بود، خیلی برام جذاب بود. حالا ویدیوهاشم براتون میذارم که چه مدل غذاهایی میشد. 1400 کالری توی روز برای گیاهخوار میتونه چه شکلی باشه؟ برای صبحانه 50 گرم پنیر لاکتیکی و 2 تا رایس کیک با خیار و گوجه به مقدار دلخواه و البته ترکیب فلفل سفید و سیاه و سبز و قرمز به مقدار کافی. بعد دوم یه لیوان شیر سویا با 2 قاشق غذاخوری جای 2 سرپرک و 1 اسکوپ پودر پروتئین و 3 تا خرما با 1 ذره دارچین و کمی وانیل. و در ادامه 100 گرم توت فرنگی. برای ناهارم یه سیتان، 100 گرم قارچ، 60 گرم برنج و 60 گرم هم عدس پخته شده. و برای سالادم گوجه و کرفس و خیار و لیمو با کمی بلوچیز و نصف لیوان دو. و برای عصرونه 250 گرم ملون که میشه یه واحد میده. شامم 150 گرم توفو که مزه‌دار شده با یه پیاز، یه قاشق غذاخوری روغن زیتون، یه قاشق غذاخوری مخمر مغذی، کمی پاپریکا و پول بیبر و فرپز شده. به همراه یه قاشق غذاخوری سس بیگ مک و یه بشقاب سالاد. اوایل این رژیم واقعا راضی بودم چون هم داشتم پروتئین کافی دریافت می‌کردم و هم داشتم غذاهای جدید می‌خوردم. ولی بعد یه مدتی احساس کردم که دیگه دارم خسته میشم از مصرف کردن اون حجم توفو در روز و به یه جایی رسیده بودم که اون مقدار پروتئینی که داشتم از توفو از سیتان تو روز دریافت می‌کردم برام زجرآور شده بود. به زور داشتم سیتان و توفو می‌خوردم که به اون پروتئین روزانه برسم و به خودم گفتم تو که چند وقتی هست هوس کبابو کردی و دلت می‌خواد ماهی و تن ماهی بخوری، از این طرفم که داری به زور توفو و سیتان و اینجور چیزای گیاهی رو می‌خوری. شاید بهتر باشه که یه تغییری در این رویه بدی و شروع کردم به استفاده کردن از منابع پروتئین حیوانی. از کباب کوبیده استفاده کردم، تن ماهی خوردم و همینطور باز از اون منابع گیاهی پروتئینی هم استفاده می‌کردم. و وقتی به این نقطه رسیدم دیدم که الان این مدل رژیم برای من کار میکنه، یعنی هم بدنم باهاش اوکیه، هم وقتی که هوس غذاهای گوشتی رو میکنم راحت میتونم بخورم و همین که میتونم از منابع پروتئینی گیاهی اون مقداری استفاده کنم که دلم میخواد و خودمو
مجبور نکنم به اینکه حتما یه مقدار خیلی زیادی پروتئین گیاهی مصرف کنم. میتونم از هر دو تا منبع اون مقداری که دلم میخواد رو استفاده کنم و در عین حال بدنم هم سالم باشه. اون مقداری که باید پروتئین در روز بخورم و حتما مصرف کنم، اون مقدار کربوهیدرات رو حتما مصرف کنم و اینجوری به یه تعادل و بالانسی رسید برنامه غذایی. در کل من به هیچ کسی پیشنهاد نمی‌کنم که حتما بره گیاهخوار بشه و نظرم اصلا این نیستش که حتما کسی که گوشت میخوره بدن سالمی داره. یکی میتونه در روز چیپس و پفک بخوره که گیاهی هم هستن، بدن سالمی نداشته باشه و کسی اون طرف میتونه کلی غذاهای گوشتی بخوره، بازم بدنش سالم نباشه. در مجموع تجربه من از 4-5 سال گیاهخواری اینه که بهترین رژیم غذایی لزوما گیاهخواری یا گوشتخواری نیست و اینکه تو بتونی یه بالانسی از هر دوش داشته باشی و از هر دو منبع استفاده کنی و اگر میلت میکشه از پروتئین حیوانی استفاده کنی اشکالی نداره، اگه میلت میکشه از پروتئین گیاهی استفاده کنی هیچ اشکالی نداره، تا مادامی که میدونی اون چیزی که بدنت بهش احتیاج داره و سالم هست به مقدار کافی ازش استفاده کنی. و بازم تاکید میکنم مقدارش چقدر باشه و اینکه کیفیتش به چه شکل باشه و اینکه سالم باشه از همه چیز مهمتره. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و بتونه توی انتخاب‌های غذاییتون بهتون کمک کنه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. تو ویدیو بعدی میبینمتون.